موضوع انشا کره. راستش آق معلم، ما از وقتی که یادمان می آید یوسکول گدای بودیم. مثلا پدرم هرگز ما را به پیتزا فروشی نمی برد و می گفت پیتزا چیه آشکال نخوریم اینا رو، سرطان میزایه. به جایش مادرم با تخم مرغ و قاهن سوسیس املت پیتزایی درست می کرد. ما گاهی به رستوران هم می رفتیم ولی فقط تا دمش آقا، تو نمی رفتیم و از پشت شیشه به هر کسی که کباب می خورد می گفتیم پیازم بخور، با پیاز بیشتر می چسبه. 2 هفته یک بار هم مادرم آب گوشت می پزید که 90% آن آب و 8% نخود لوبیا و 2% گوشت بود، تا اینکه گوشت را گران کردند و پدرم گفت چه بهتر، چیه گوشت هرچی میخوره نقرس میگیره. آخه؟ بی جون خودم. به جایش مادرم که خیلی زن هنرمندیست هر روز یک مدل تخت مرغ میپخید و به ما میداد. مثلا اتفاقا نیمرو میپزید، املت میپزید، آبپز هم زده هم نزده، تا اینکه آقا زد و تخمای مرغ هم جرون کردن. نه تخمای نه آقا بذارید بشم بابا، تخم مرغ اسمش همینه دیگه. بله آقا ببخشین ولی نیستین که این اصلا نمیدونن تخت مرغ از کجای مرغ در میاد، اصلا تا حالا ندیدن، وگرنه یه همچین محصول شونه 40,000 تومن آفه. 40,000 تومن. خیلی خوب، به من چستم بخون. خب و پدرم گفت اصلا به درک چکاری نون پنیر کره میخوریم با شیرین چای، خیلی کم خوشمزه میشه. و ما مدت این گونه سر کردیم تا اینکه آقا اون روز رفتیم مختار باقال، دیدیم کره نیست و مختار باقال گفت که کره دهدق شده است و از این به بعد فروش کره تنها با ارائه کارت ملی و شناسنامه معتبر و گواهی سکونت در منطقه همراه با رضایتنامه والدین امکان پذیر است. آخه؟ به جون خودم هرچی ما گفتیم بابا ماشین میخوان وام بگیریم که 100 جرم کره میخوان، گفتی که همینه که هست، تقصیر منم نیست. آن روز ما قضیه را جدی نگرفتیم و پدرم گفت اصلا به جهنم کره نمیخوریم، نمیمیریم که چیه مگم، فقط نون پنیر. ولی آقا ما دیدیم که آبجی قرنارم داره گریه میکنه. چرا؟ آقا شما چه اینقدر ناراحت شدین؟ الان دیگه گریه نمیکنه. خب ما به او گفتیم که چرا گریه میکنی و آبجی قلنارم با گریه گفت که من داشتم تازه توی این استا شاخ میشدم، میخواستم از این به بعد آموزش شیرینی و دسر بدم ولی دیگه نمیشه که بیا الان یه بشخاب چونفه آقا اسم دسره بذاریم بجم آخه، بیا یه بشقاب چونفه 100 گرم اقل کم کره میخواد. اسم دسره آقا. عجبا اصلا به من چه. ولی مادرم گفت که غم خودش سنگین ترتر است، چون که پول ندارد کرم مرم دست و صورت و زیر چشم و روی چشم و چف پا بخرد مثل زنم و شهنازم و صبح به صبح کره های مالیده به ته بشقاب را به دست و صفتش میمالیده تا پوستش چرب بشود. ولی بعد از این خبرها نیست. ما در حال قصه خوردن به خاطر قلنار و مادرم بودیم که یهو دیدیم داداش غلامم به دیوار تشیه کرده، سرش اینجوری آرام میکوفه به دیوار، بعد خیلی ناراحته و بعد هم گفت هیچ کس به اندازه من از گرانی کره آسیب ندیده. چرا؟ نمیدونم آقا، ما هم خیلی تعجب کردیم. آخه میدونین غلامو چی دیدیم کلا بیر دره بیر سنوکه، پوست استخونه، یعنی اصلا کره نمیخورد که بخورم چاق نمیشه. من دیگه چیزایی میگفت نمیدونم، ما با بچه ها آخر هفته ها جمع میشدیم میرفتیم اشکوهار،
تهش کره خوری ها رو میخوردیم، میزدیم تو کن، نمیدونم کره خوری میکردیم، کره میافتاد، نمیدونم میگو با آخر مجلس کره خوری میکردیم یه همچین چیزی که اونم از ما گرفتن. الان من با چی دلم خوش باش اینجور میگفت به من چاقال میزی من دوام کنین افتن. اون میگفت خب در همین حال و هوا بودیم که یک آبجی قلنارم گفت واسیم مشتلوخ بیدیم به زودی وضعیت قیمت کره به حالت قبل برمیگرده. گفتیم چرا؟ گفت اینهاش توی خبرها اومده که خوشبختانه با تلاش و پیگیری های شبانه روزی مسئولین سلطان کره دستگیر شد. بله ای جون خودم آقا، مثل این که یه نفر تو زیر زمین خونهشون 2 کامیون کره خالی کرده بوده، بعد گذاشته بوده اونجا زیرش نشسته بوده روش، بعد میخواسته این همه کره رو ورداره بماله به خودش دست و صورتش آخه اون همه کره رو میخواستی چیکار کنه؟ تاریخ وزیرتش میذاره نگه داشت اونا رو. خیلی خوب باشه، ولی آقا به نظر من آبجی قلنارم خیلی ساده است، اصلا نمیفهم اینجور چی داره. وگرنه آقا من خودم حساب کردم، ببینین اینقدر که ما تو این چند سال سلطان داشتیم تو کل دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی جمعا نداشتیم. بعد آقا اون سلطان قبلی های گرفتن چی یادتونه که چی شد؟ نه خیر. آی بابا چرا دا؟ سلطان سکه رو گرفتن، اون موقع که گرفتن سکه 4 میلیون تومن بود، زدن پاره پورش کردن سکه شد 13 میلیون. یا مثلا از آقا سلطان دلاری که یادتونه، سلطان دلاری که گرفتن دلار 8 تومن بود، زدن جر واجرش کردن الان دلار 27 تومنه. یه دونه سلطان قیرم داشتیم، متکی قیری، آقا اونو که گرفتن زدن ترکوندنش، وضعیت زندگی ما قیری تر از قبل شد. بابا گر اونو که به سقفا میزن گرگونی میکنه، نه چسب ناچه میچسبه. از همونا میزن. میشه به این سلطان آخری هستن دست نزنن؟ چرا؟ بابا اینو گرفتیم بهش دست نزن دیگه، یه گوشه نشسته اونجا روی کره ها داره سلطنتشو میکنه دیگه. بعدم باید 1 میلیون تومن بدیم کره بخریم. نکنین کار بد میگم آقا، ادامه بده. باش. به هر حال من خیلیش فکر کردم، به راه حل مشکلات کره را پیدا کردم. بگم آقا؟ بگو. باش میگم آقا، ما یه سری آدم داریم تو این مملکت کارشون خیلی درسته، اصلا تخصص دارن، کارشون بلدن. بعد اینا بیشتر تو خط ایران کانادا کار میکنن. بعد آقا بابام میگه اینا بلدن از هن کره بگیرن. نه چیز آقا عجم راستش بگم پس گردنم نمیزنی؟ نه خیر. یعنی بگم؟ بله. آقا قول داده نه؟ باشه آقا، بابام میگه اینا بلدن از ان کره بگیرن. دلت پس گردنی میخواد ها؟ بابام میگه، من نمیگم که اصلا به من خب بالاخره گرونی فشار میاد به باباها، احترام از بین رفته توی خونه ها. بابا من خیلی حرفا بد میزن تازگی ها. ولی آقا عجب حرفش درست باشه ها، نونمون تو کره است ها. چرا؟ آقا خدا رو شکر چیزی که تو این مملکت زیاد داریم ها همینه. همین که من میگم ماشاءالله همه تپه ها قهوه‌ای، مسئولین مملکت ماشاءالله شکما همه روان. به هر کی آقا تو این مملکت هر کار سپردن ها با جدیت و تلاش زیاد تر زده توش. خب آقا همین ترا رو جمع بکنن ازش کره بگیرن. تکنولوژیش هم داخلی مال خودمونه، فقط هم خودمون بلدیم. حالا احتمالا در نهایت کرش یکم بو میده، ولی خب مهم نیست. مهم اینه که ویتامین داره، پروتئین داره، داخلین خودمون. باش. نتیجه نتیجه میخوان دیگه؟ بله. باش.
میگم ما که میخندیم، ما که هممون عصبی شدیم دیگه، مجبوریم با همین مسخره بازی خودمون رو آروم کنیم، این روزا بگذره ببینیم چه خاک تو سرمون میشه. ولی جناب آقای مسئول، شما رو دارم میگم، خدا وکیلی شما دیگه خجالت بکش دیگه. نه ببین منو آقا، منو ببین، رو خدا نگردون اون بر تو چشم من نگاه کن آقا، دست دیگه، خجالت بکشین. تمام. صفحه زنگ انشا رو در یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.